تایلر دردن هیچ وقت وجود نداشته، ولی شاید هممون یه تایلر تو ذهنمون داریم. اگه بهت بگم این فیلم درباره یه نفره که حتی خودش هم نمیدونه کیه چی، تو این ویدیو قرار یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ سینما رو بررسی کنیم و بفهمیم فایت کلاب واقعا داره چی بهمون میگه. پس بریم سراغ چیزی که قانون اولش اینه، نباید راجبش حرف بزنیم. فایت کلاب 1999 ساخته دیوید فینچر در ظاهر داستان یه مرد افسرده است که با تایلر دردن آشنا میشه و با هم یه باشگاه مشتزنی میسازن، ولی کم کم میفهمیم که تایلر اصلا واقعی نیست. تو این ویدیو از زاویه روانشناختی میریم که فیلم رو رمزگشایی کنیم و ذهن شخصیت‌ها رو کشف کنیم. هشدار اسپویل، اگه هنوز فیلمو ندیدی این ویدیو پر از اسپویلای بزرگه. راوی بینام ما نماد آدمیه که تو دنیای مدرن گم شده، یه شغل بیروح داره، شغلی که ازش متنفره، هویتشو با مبل‌های IKEA و وسایل بی‌ارزش میسازه، اما حس زنده بودن نداره، برای همینه که شبا خوابش نمیبره. وقتی به جلسات گروه‌های حمایتی میره، مرگ رو از نزدیک حس میکنه و تازه اونجاست که زنده بودن رو تجربه میکنه، چون بقیه رو میبینه که نزدیک مرگه. ولی بعد مالا وارد میشه. مالا برای راوی مثل یه آینه است، آینه‌ای که ضعف، تنهایی و آسیب پذیری راوی رو به روش میاره. مالا نماد آسیب پذیری، عشق و پذیرش خود واقعی ماست. اونم مثل راوی تو جلسات درمانی میچرخه تا چیزی رو احساس کنه. اون هم قربانی جامعه مدرن و بی‌هویتیه. اونم مثل راوی دنبال حس زنده بودنه، ولی برخلاف تایلر که میخواد دنیا رو به هم بریزه، مالا فقط میخواد توی دنیای خراب هنوز چیزی احساس کنه. در واقع مالا هم برای راوی یه جور درمانه، ولی توی مسیر کاملا متفاوت با تایلر. مالا میخواد بپذیره، تایلر میخواد به هم بریزه. تو جای راوی بودی کدومشون رو انتخاب میکردی؟ راوی اما نمیخواد خودش رو توی مالا ببینه، نمیخواد با خود واقعیش روبرو بشه، پس خودش رو سرکوب میکنه و اینجاست که مفهومی به اسم سایه شکل میگیره. راسته نکته جالب، راوی تو کل فیلم اسم نداره، چون هنوز خودش رو پیدا نکرده، چون اون دچار بحران هویته. یونگ یه مفهوم داره به اسم سایه. سایه یعنی بخشی از وجودمون که انکار و سرکوبشون کردیم، چون جامعه یا خودمون گفتن اینا بده. تایلر دقیقاً همون سایه راویه، نماد خشم، غریزه، خشونت، آزادی، شهوت، همه چیزایی که راوی تو خودش سرکوب کرده. تایلر شخصیت جدا نیست، اون خود راویه، فقط با صدای بلندتر. تایلر همه چی رو بی‌ارزش اعلام میکنه، شغل، پول، ظاهر، دارایی، میگه اینا بهمون معنی نمیدن. ما خودمون باید به زندگی معنی بدیم، حتی اگه با موش زدن باشه. یه دیالوگ معروف داره که میگه وقتی همه چیزو از دست بدی، آزادی واقعی رو تجربه میکنی. اینجاست که پای فلسفه نیچه وسط میاد. نیچه میگه نهیلیسم دو نوع داره، منفعل که بی‌معنایی رو میپذیره و فلج میشه و حاضر نیست کاری واسه معنی بخشیدن به زندگی بکنه، و فعال که بی‌معنی رو قبول میکنه ولی تلاش میکنه خودش معنا بسازه. میشه گفت نهیلیسم منفعل یعنی هیچ چیز مهم نیست، کلا بی خیال زندگی، ولی نهیلیسم فعال میگه هیچ چیز مهم نیست، باشه خودم معنی میسازم. یه جورایی تایلر دردن نماد همون نهیلیسم فعاله، اما این معناسازی بدون عشق و پذیرش خود واقعی خیلی زود تبدیل میشه به هرج و مرج. تایلر از نهیلیسم فعال به فاشیسم میرسه. راوی با حضور تایلر دوباره حس زنده بودن میکنه، شروع میکنه به دعوا کردن، ریسک کردن، عاشق شدن و ساختن باشگاه مشتزنی. باشگاه مشتزنی فقط یه محل دعوا نیست، یه جور فضای درمانیه برای مردهایی که تو جامعه مدرن سرکوب شدن، جایی برای تخلیه خشم سرکوب شده مردهای مدرن، مردهایی که از بچگی یاد گرفتن احساس نشون ندن، مثل ماشین فقط کار کنن و بمیرن. ولی مردانگی سرکوب شده خیلی زود به خشونت کور تبدیل میشه، خشونتی که توی رفتار تایلر با بقیه هم میبینیم. خشم، تحقیر، سلطه. این مردانگی سرکوب شده تبدیل میشه به مردانگی افراطی که ویرانی و خرابکاری‌های پشت سر هم به بار میاره. فیلم هم مردانگی سرکوب شده دنیای مدرن رو نقد میکنه و هم اخطار میده که مردانگی افراطی خرابکاری به بار میاره. تایلر میخواد با درد زنده بودن رو یاد بده. یه سکانس هست که یه فروشنده رو تو مرز مرگ میبره تا بگه قدر زندگی تو بدون. یا اون سکانس که دست راوی رو با اسید میسوزونه، میگه فراموش نکن، درد رو حس کن، درد راه رسیدنه. البته تایلر همون ذهن راویه که میخواد اینو بهش تحمیل کنه. این دقیقاً خلاف چیزیه که دنیای مدرن بهمون یاد داده، بی‌حسی، بی‌تفاوتی، فرار از رنج. ولی این قدرت کم کم منحرف میشه. باشگاه تبدیل میشه به پروژه میهم، خرابکاری، بمبگذاری، ارتش مخفی، تلاش برای از بین بردن کل نظام مالی. تایلر دیگه راه حل نیست، تبدیل شده به تهدید. توی سکانس کلیدی تایلر پشت فرمونه به راوی میگه رها کن، کنترل رو ول کن. ولی واقعیت راوی داره با خودش حرف میزنه و وقتی ماشین تصادف میکنه ما میبینیم که تو سمت صندلی راننده راوی نشسته و کارگردان اینجا این نخ رو بهمون میده که تایلری وجود نداره و همه چیز کار راویه.
تایلر فقط یه صدا توی ذهنشه، یه توهم، یه فرافکنی از سایش. فیلم مثل ذهن راوی طراحی شده، تو هم نمی‌فهمی کی واقعیه کی توهمه تا وقتی که خیلی دیر شده. پایان فیلم جایی که راوی تصمیم میگیره خود قدیمیشو بکشه، به خودش شلیک میکنه. تایلر میمیره ولی خودش زنده میمونه. مرگ اینجا یعنی تولد دوباره. راوی حالا سایش رو شناخته، پذیرفته و کنترل رو پس گرفته و دوباره متولد میشه. و وقتی دست مارلا رو میگیره یعنی تصمیم گرفته دوباره انسان باشه با همه ترس‌ها، دردها و وابستگی‌هاش. و ساختمان‌هایی که منفجر میشن فقط بانک نیستن، اونا نماد کل سیستم مصرفگرایی و دروغ‌های مدرنن، نماد شورش علیه سرمایه‌داری. فایت کلاب فقط یه فیلم نیست، یه مشت تو صورت دنیاست. دنیایی که بهت میگه چی بپوشی، چی بخری، چطور فکر کنی. ولی تا وقتی سایت رو انکار میکنی همیشه تایلر تو ذهنته که یه روز از کنترل خارج میشه. تا وقتی سایت رو انکار میکنی آزادی فقط یه توهمه. پیام فیلم واضحه، با خودت روبرو شو، فرار نکن، چون اگه تو با سایت روبرو نشی اون جای تو زندگی میکنه. اگه از این مدل تحلیل‌های عمیق و روانشناختی خوشت میاد حتما ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب یاد نره و برام بنویس به نظر تایلر دردن قهرمان بود یا ضد قهرمان. منتظر کامنتاتونم تا ویدیو بعدی. ذهنت باز، سایت آگاه.